شاید کمتر کسی فکر میکرد کلید مینیاتوری هم هوشمند شه. بریم یه دونش رو راه بندازیم ببینیم چجوریه. اول بریم دین ریلش رو نصب بکنیم. گیره هاشو باز میکنیم، روی دین ریل میندازیم و سفتش میکنیم. سیما که آماده شد، ورودی برقاشو نصب میکنیم. فاز و نون مستقیما بهش وصل میشه. اینم بگم آپشنش خیلی زیاده، لیستش کردم آخر ویدیو. یه لامپ تست هم بهش وصل میکنیم، عملکردش رو ببینیم. 2 تا آنتن وای فای هم داره، یکیش بلندتره که بیرون تابلو نصب میشه برای تقویت وای فای دستگاه. بفرست واسه برقکارای سنتی. برای دریافت قیمت هم تکفاز یا سه‌فاز رو کامنت کن.